محمد هستم. شما؟ مصطفی. شغلتون میتونم بپرسم چیه؟ من 2 تا شغل دارم. یه دونه برق خودرو کلینیک کار میکنم، یه دونه پارچه فروشی شریکی کار میکنم با دایی. از شغل راضی؟ بعدکی نیست، اینی که مثلا خودمون راه انداختیم کاسبیه دیگه، بگیر نگیر داره. مثلا یه روز هست، یه روز نیست. آره پارچه فروشی. ولی مثلا برق خودرویی آره خوبه، خدا رو شکر. کاسبیش هم بعدکی نیست. درآمدش چقدره؟ این میگم این که مثلا خودمون زدیم بگیر نگیر داره، کاسبیه دیگه. ماشاءالله بازار روز امروز و فلان و اینا. قیمت هزینه شو بگم مثلا آره. قیمت چقدر ماهیانه چقدر؟ ماهیانه زیاد در مثلا چکینا هم میگیریم، ما مثلا سفارش کارینا هم میدیم. میاد دیگه مثلا 30-40 تومانی مثلا بعضی موقع میفته تو ماه، بعضی موقع 50 تومن میفته. اینجوریه دیگه. بعد اگه به چند سال قبل برمیگشتی باز همین شغل انتخاب می‌کردی یا نه دنبال یه حرفه دیگه می‌رفتی؟ من واقعیتش با دایم این شغل رو شروع کردم. من اینا کار برق چیز اصلیم، شغل اصلی برق خودروه. درست. ماشین خارجی. در حال حاضر اگه یه دونه‌اش رو بخوای کنسل کنی کدومه؟ پارچه فروشی. دنبال برق خودرو می‌ری؟ آره. درست. آیندهش بیشتره. چه توصیه‌ای داری؟ بخوام دنبال کار دنبال علاقه‌اش برم. فقط آره دنبال علاقه‌ای که دارم برم. درست. شما چی؟ ما هم همکاریم تقریبا. برق خودرو ما کار می‌کنیم. آره. پارچه فروشی نیست. نه پارچه فروشی نه. ایشون با درآمد شما چقدره؟ درآمد فعلا اونقدر وارد بازار کارش نشدیم، ولی درآمد کلیش همون دور و بر 50 تومن 60 تومن هولوش اینجور چیزاست. شما اگه برمیگشتی چند سال قبل همین شغل انتخاب می‌کردی یا نه دنبال یه طرف دیگه می‌رفتی؟ نه دنبال همین علاقه می‌رفتم.